به نشونی خوش اومدین. شما شنونده اپیزود دوم از پادکست نشونی هستین. موضوع فصل اول مهاجرته. تو اپیزود قبلی در مورد دغدغه‌ها و نگرانی‌های قبل از مهاجرت صحبت کردیم. تو این اپیزود میخوایم ببینیم وقتی تصمیم به مهاجرت میگیریم یا اینکه میخوایم در موردش تحقیق کنیم و یه قدم جلوتر بریم، بعد از کجا شروع کنیم و چه کارهایی انجام بدیم. اینکه بتونیم بفهمیم با توجه به شرایط، بک‌گراند و مهارت‌هایی که ما داریم کدوم کشور برای ما مناسب تره. در واقع اولین تصمیم مهمی که باید بگیریم همین انتخاب کشور مقصده که توی مهاجرت ما خیلی نقش مهمی داره که این بازم به دلیل مهاجرتمون برمیگرده. برای همین تو اپیزود اول پیشنهاد دادم که حتما دلایل مهاجرت تو پیدا کن یا بنویسی. من کانادا رو به چند دلیل انتخاب کردم برای مهاجرت. دلیل اولش این بود که خب کشوریه که انگلیسی و فرانسوی زبانه و خب حالا بیشتر باز انگلیسی زبان و به خاطر تسلطم به انگلیسی برام راحت بود برقراری ارتباط، رشد کردن و پیشرفت کردن در جامعه کانادایی. و دومین مورد این بود که بحث اقامت خیلی مهم بود. اینکه کانادا حالا با اون روشی که من اومدم از بدو ورودم به من اقامت دائم داد و بعد از 3 سال هم شهروندی رو داد که خب این شهروندی و داشتن پاسپورت کانادایی مسافرت رو به کشورهای دیگه برای من خیلی راحت تر میکنه و اینم باز یکی از عوامل انتخاب کردن کانادا بود. و نکته سوم هم این که یک تعدادی از دوستان قدیمیم پیش از من اومده بودن کانادا و این برای من خودش یه انگیزه مهم بود که جایی میام مهاجرت میکنم که خیلی هم غریب نخواهم بود و دوستانی از قبل خواهم داشت که به هر حال هم از بعد مسائل عاطفی و هم از بابت اینکه آدم بتونه کمک بگیره و پیشرفت بکنه هم نکته مهمی بود برام. اینجا باید بدونیم که میخوایم تنها مهاجرت کنیم یا با خانواده. میخوایم تحصیلی مهاجرت کنیم یا میخوایم کاری مهاجرت کنیم. آیا برامون مهمه که بعد از درس یا کارمون بهمون اقامت دائم بدن؟ برنامه‌مون کوتاه مدته یا طولانی مدته؟ و باید در نظر بگیریم که اون تخصص یا حرفه‌ای که ما بلدیم یا درسی که خوندیم توی کدوم کشور بازار کار و آینده بهتری داره. که همه کشورها توی همه زمینه‌ها بهترین نیستن. یه سری حرفه‌ها خب توی یک سری کشورها خیلی بهترن و آینده خیلی بهتری دارن. یه مثال اگه بخوام براتون بزنم، من خودم وقتی ایران بودم به جز مربیگری و ورزش و کلاً آموزش به هیچ چیز دیگه‌ای به عنوان شغل نگاه نمی‌کردم. تو همون مراحل اول تحقیقم متوجه شدم که کانادا توی این رشته آینده‌ای نداره و نمیشه به طور حرفه‌ای دنبالش کرد. اما وقتی تصمیم به مهاجرت گرفته بودم، کم کم از فضای ورزش حرفه‌ای فاصله گرفته بودم و دنبال یه مسیر جدید بودم. اگه می‌خواستم ورزش رو ادامه بدم، باید یه انتخاب دیگه می‌کردم. با اینکه بهترین دوران زندگیم بوده و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، اما میدونستم که نوبت یه تجربه جدیده برای من. برای همین بود که در واقع اثر کمتری روی انتخاب من گذاشت این موضوع. برای خیلی‌ها ممکنه پیش بیاد اگه میخوای یه مسیر جدیدی رو دنبال کنی، یه تجربه تازه داشته باشی، اصلا یه حرفه‌ای رو بری یاد بگیری که همیشه بهش علاقه داشتی و به هر دلیلی نتونستی تا الان دنبالش کنی، میتونی اینو توی تصمیم گیری در نظر بگیری. چرا من تأکید میکنم که حداقل بدونیم که اون حرفه ما یا رشته‌ای که خوندیم توی اون کشور وضعیتش چطوره. این موضوع اوایل مهاجرت میتونه خیلی توی روحیه ما تاثیر بذاره. وقتی میبینیم چیزی که سالها روش وقت گذاشتیم و تخصصی که داریم مثلا محبوب نیست یا مشتری نیست برای اون کار.
از طرفی هم از نظر مالی باید براش آماده باشیم و بدونیم که ممکنه تا چند ماه کارگیرمون نیاد. من با اینکه آمادگیشو داشتم یه روز یه دانشجوی کانادایی رو دیدم که اصلا رشته تنیس روی میز رو نمیشناخت. شاید تعدادشون خیلی کم باشه اما بازم میتونه واقعا ناامید کننده و ناراحت کننده باشه. حالا این یه مثال بود، شاید توی زمینه‌های دیگه هم پیش بیاد. کلا خوبه که آدم یه آمادگی ذهنی داشته باشه. بریم در مورد چند تا از مواردی که توی انتخاب کشوری که میخوایم مهاجرت کنیم بهمون کمک میکنه صحبت کنیم. سلام، من مینام، 22 سالمه. 1.5 سال پیش یک موقعیت شغلی برام پیش اومد و بدون هیچ آمادگی و برنامه‌ریزی قبلی به ترکیه مهاجرت کردم. دلیل انتخابم هم نزدیک بودن مسافت و فرهنگش به ایران بود. اگه قصد مهاجرت به ترکیه رو دارین، یکی از مهمترین نکاتی که باید بهش توجه کنید بحث یادگیری زبان ترکیه. چون به جرئت میتونم بگم 90 تا 95% مردم اینجا زبان انگلیسی رو بلد نیستن و حتی اگه شما زبان انگلیسیتون هم خوب باشه ممکنه خیلی جاها نتونین کارتون انجام بدین، چون مردمشون هیچ عقیده‌ای برای یادگیری زبان انگلیسی ندارند و معتقدن بقیه باید زبان کشور ما رو یاد بگیرن و تا یه جایی منطقی به نظر میاد، چون در نهایت شما وارد کشور اونها شدید و اولین قدم یادگیری زبان و فرهنگشونه. منی که به عنوان یک کارمند رسمی توی شرکت معتبر دارم کار میکنم میتونم بگم اگر زبان ترکیتون رو تقویت کنید امکان نداره تو کشور ترکیه بیکار بمونید. اگه من کلا هیچ زبان دیگه بلد نیستم، یعنی نه زبان انگلیسی رو در حدی بلدم که بتونم ازش استفاده کنم، نه کلا زبان دوم دیگه بلدم، شاید ارزش اینو داشته باشه که من به انتخابهای بیشتری فکر کنم. چون هر زمان به هر کشوری که تصمیم به مهاجرت بگیرم و بخوام اقدام کنم میتونم از یه مدت قبلش شروع کنم به یاد گرفتن اون زبان. حالا اون زبان میخواد ایتالیایی، آلمانی، فرانسوی باشه یا انگلیسی باشه. به هر حال هر کدوم از این زبان‌ها رو که بخوام یاد بگیرم باید وقت زیادی براش بذارم و یه تایمی رو در نظر بگیرم. اینطوری میتونم به خودم گزینه‌های بیشتری بدم برای انتخاب کشور. وقتی که من زبان انگلیسی رو تا حد خیلی خوبی بلدم، ترجیح میدم برم یه کشور انگلیسی زبان، یا اگه آلمانی بلدم ترجیح میدم برم آلمان. اما وقتی برای همشون به یه اندازه باید وقت بذارم، به نظرم ارزش اینو داره که آدم به گزینه‌های دیگه فکر کنه. دومین فاکتوری که مهمه همون رشته تحصیلی یا زمینه کاریه. اگه مهندسی، معلمی، پرستاری، عکاسی توی رشته‌های هنری فعالیت داری، باید ببینی که کدوم کشور توی اون زمینه بهتره. باید موقعیت‌های شغلی رو تو اون کشور رو در نظر بگیری. یه کار راحتی که خیلی میتونه بهت کمک کنه اینه که ببینی جاب تایتل هایی که برای اون رشته وجود داره چیه. مثلا اگه رشته من حسابداریه، من ببینم با حسابداری چه کارایی میتونم توی کانادا، آلمان، انگلیس یا هر کشور دیگه‌ای انجام بدم. معمولا این جاب تایتل ها توی خیلی از کشورها مشترکه، یعنی شما همین که عنوان شغلی رو بدونی میتونی سرچ کردن رو شروع کنی. مثلا من میخوام بدونم با حسابداری چه کارایی میتونم بکنم و میتونم سرچ کنم که مدرک حسابداری آینده شغلیش چیه. وقتی اینو سرچ میکنی بهت یه لیست از شغلایی میده که یه حسابدار میتونه داشته باشه. همه اینا رو که نوشتی، بعدش میتونی سرچ کنی که ببینی تو اون کشوری یا شهری که مد نظرته چند تا شغل با اون عنوانی که تو پیدا کردی هست و همه چیزو در مورد مسئولیتایی که اون شغل داره، درآمدش و اطلاعاتی که نیاز داری رو بهت میده. پس اول میرم سرچ میکنم ببینم اون رشته‌ای که دارم میخونم چه شغلایی براش هست. عناوین اون شغل رو پیدا میکنم، اون لیستو که پیدا کردم میرم سرچ میکنم ببینم تو اون شهر یا کشوری که مد نظرمه چه شغلایی الان توی بازار کار هست. این بهت کمک میکنه که بدونی چی در انتظارته. شاید تا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه که مهاجرت کنی یه سری چیزا عوض بشه، ولی ما فقط با چیزی که الان تو دستمون هست و اطلاعاتی که داریم میتونیم تصمیم بگیریم. تو همون تایمی که داری میذاری 6 ماه، 1 سال برای زبان خوندن و کارهای دیگه، میتونی مدام خودتو آپدیت کنی، سرچتو ادامه بدی و اطلاعات بیشتری بگیری. سلام، فاطمه هستم. حدوداً 4.5 سال که به آلمان مهاجرت کردم.
یکی از دلایلی که آلمان رو برای مهاجرت انتخاب کردم این هستش که هزینه تحصیل توی آلمان رایگانه و یک دانشجو با کار دانشجویی میتونه از پس همه هزینه‌های زندگی دانشجویی بدون حمایت از خانواده و ساپورت مالی از ایران بر بیاد. دلیل بعدی نزدیک بودن کشورهای اروپایی به همدیگه هست و خب با گرفتن ویزای شنگن میدونستم که میتونم به کل کشورهای حوزه شنگن سفر کنم و واسه منی که عاشق مسافرتم گزینه خیلی خوبی بود. یه نکته‌ای که میخوام بگم که تو اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردم اینه که اگه رشته‌های پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی و اینجور رشته‌ها مد نظرت هست و میخوای بیای از صفر شروع کنی، یعنی الان دبیرستان تموم شده یا لیسانس خوندی ولی میخوای بیای پزشکی بخونی، احتمالاً امریکای شمالی برات انتخاب خوبی نمیتونه باشه. چون هزینه خیلی زیادی داره و اگه 6 سال 8 سال بخوای به عنوان دانشجوی اینترنشنال درس بخونی در کمترین حالت سالی $40,000 کانادا هزینه داری. در طول این مدت هم نمیتونی اقامت دائم بگیری به خاطر اینکه باید درست تموم شده باشه، تجربه کار مرتبط داشته باشی و نمره زبان. وقتی هم که درست تموم میشه برای اجازه طبابت بازم باید شهروند کانادا باشی که بتونی اون امتحانو بدی. چون رشته خودم تجربی بود و اکثر دوستایی هم که داشتم رشتهشون تجربی بود خیلی‌ها رو دیدم که این مسیر رو شروع کردن ولی به هیچ سرانجامی نرسید. آخرش به خاطر علاقه‌ای که داشتن یکی از کشورهای اروپایی یا آسیایی رو انتخاب کردن و خیلی هم موفقن تو جایی که هستن به رشته‌ای که میخونن. این یه تجربه‌ای بود که گفتم بگمش قبل از اینکه وارد موضوع بعدی بشیم. اگه بخوای از هر وکیل یا مشاور مهاجرتی کمک بگیری، یه سری سوالا هست که اگه جوابشون رو قبلش آماده کرده باشی بهت کمک میکنی که مشاوره بهتری بتونی بگیری و سوالای بهتری بپرسی. چون ما برای اینکه با هر وکیل یا مشاوری صحبت کنیم یه هزینه‌ای داریم میکنیم و یه تایم محدودی داریم. خیلی کمک میکنه اگه یه سری سوالای آماده داشته باشی و یه برنامه منظمی از اون چیزی که تو ذهنت داشته باشی که بتونی سوالای بهتری بپرسی. اگه من هیچ آمادگی نداشته باشم برم تو جلسه مشاوره فقط یه سری اطلاعات کلی میگیرم که اونا رو توی اینترنت و سرچ کردن و این چیزا میتونستم پیدا کنم. بعد بتونم سوالای تخصصی تر بپرسم، سوالایی که به من، به کیس من، به شرایط من مربوطه. باید یک سری اطلاعات رو خودم از قبل داشته باشم. ما در واقع از اون جلسه مشاوره دنبال یه سری جزئیات میگردیم. میخوایم بدونیم با توجه به شرایطی که ما داریم باید چی کار کنیم. این سوالا رو اگه از خودت بپرسی احتمالاً خیلی آماده تر میری به اون جلسه و میتونی یه مشاوره مفید داشته باشی. اولین سوال که اول اپیزودم گفتم اینه که من میخوام تنها مهاجرت کنم یا با خانواده. آیا میخوام رشته تحصیلی خودم رو ادامه بدم یا میخوام مسیر جدیدی رو برم؟ آیا میخوام تغییر رشته بدم یا حاضرم تغییر رشته بدم یا اینکه میخوام فیلد کاری خودم رو ادامه بدم؟ آیا بعد از درس خوندن میخوام برگردم ایران یا اینکه میخوام بمونم و اقامت دائم بگیرم؟ برام مهمه که اون کشور انگلیسی زبان باشه یا فرقی نمیکنه چه زبانی صحبت میکنن. از نظر زمانی محدودیتی دارم، میخوام 6 ماه آینده مهاجرت کنم، 1 سال آینده مهاجرت کنم یا برام فرق نمیکنه، بیشتر مهم کشورشه. رفت آمدم به ایران چقدره؟ برام مهمه که اون کشور نزدیک ایران باشه یا نه، خیلی برام فرقی نمیکنه. قطعا مهاجرت کردن به کشوری مثل ترکیه، دبی، ارمنستان یا حتی اروپا که نزدیکترن به ایران خیلی متفاوته با کشوری مثل استرالیا، امریکا، کانادا که واقعا رفت آمد به اون راحتی نیست و خیلی دورترن. اینا سوالایی هستن که شاید ساده به نظر بیان اما نقش خیلی مهمی توی مسیر مهاجرتت دارن، چه از انتخاب کشور و چه از روش مهاجرتی که میخوای انتخاب کنی. اگه خواستی با هر وکیل یا مشاوری صحبت کنی، سعی کن جوابای این سوالا رو بنویسی قبلش و آماده کنی که بتونی بهترین استفاده رو از اون مشاوره بکنی. کانادا رو انتخاب کردم چون سرزمین موقعیت ها بود و میدونستم که اونجا برای رشته من خیلی کشور خوبی هست. پذیرش تونستم بگیرم و همزمان همراه با ادامه تحصیل کار هم میکردم. از لحاظ رنکینگ دانشگاه و کالج هاشم تورنتو یکی از بهترین رنکینگ ها رو داره که این باعث شد من بیشتر به رفتن به کانادا ترغیب بشم.
اولین چیزی که من فهمیدم این بود که اگه برنامه زندگی و کار توی کشوری رو داری که میخوای طولانی مدت بمونی و اقامت دائم بگیری، کشوری که مهاجرپذیر باشه و انگلیسی زبان باشه، کانادا و استرالیا انتخاب‌های بهتری هستن. اگه رشته‌هایی مثل پزشکی، پیراپزشکی، دندون پزشکی، داروسازی مد نظرت هستن، کشورهای اروپایی انتخاب بهترین. فقط باید دقت کنی که اگه میخوای برگردی ایران و کار کنی، اون دانشگاهی که داری درس میخونی مورد تایید ایران باشه، که اینو همیشه با یه سرچ ساده چک کرد. این فقط در صورتیه که بخوای برگردی ایران طبابت کنی. خیلی از دوستای من که این کارو انجام دادن وقتی برگشتن مجبور شدن یا دوباره درس بخونن یا طرحشون رو بگذرونن. پس حتما مهمه که اون دانشگاه مورد تایید باشه. روزی که من رفتم دفتر یه وکیلی که خیلی هم شناخته شده بود توی تهران، هنوز در مورد رشته تحصیلی مطمئن نبودم. در مورد کشورهای مختلف میپرسیدم. اون مشاور تحصیلی به من گفت اگه نمیخوای رشته‌های پزشکی بخونی من بهت پیشنهاد میکنم بری کانادا. بهم گفت که هزینه‌اش از اروپا یکم بیشتره اما شانس ویزات خیلی بالاست، مهاجرپذیره، زبانش انگلیسیه و در نهایت هم اقامت دائم میگیری. گفتم من علاقه به پزشکی ندارم، درسته رشتم تجربی بوده، ولی اگه بخوام یکی از این رشته‌های مرتبط رو انتخاب کنم فقط فیزیوتراپی، اونم چون میتونم با ورزشکارا کار کنم. که من کلا تصمیم گرفتم از این شاخه‌ها بیام بیرون چون علاقه‌ای نداشتم. اما اون جلسه مشاوره که خیلی هم پیچیده‌اش کردن و هیچ اطلاعات مفیدی به من ندادن، تنها حرف خوبشون به من این بود که کانادا یا استرالیا رو انتخاب کن، که در آخر من با تحقیقات بیشتر کانادا رو انتخاب کردم. یه مشکلی که من با این دفتر مهاجرتی داشتم این بود که خیلی سیستمشون رو می‌خواستن پیچیده و حرفه‌ای نشون بدن. اینطوری بود که یه نفر برات اکانت میساخت، یه نفر برات نوبت میذاشت، یه نفر بهت مشاوره رشته میداد، یکی بهت سیستم رو توضیح میداد، برای انتخاب کشور کمکت می‌کرد و بعدم کار ویزا و بقیه مراحل. نفر اصلی که وکیل اون مجموعه بود رو من هیچ وقت ندیدم، ولی بعد از قرارداد چند وقت بعد متوجه شدم که یه پورسانت برای ریفر دادن دانشجوهای ایرانی، حالا چه برای مدرسه، کالج یا دانشگاه، به یه سری مؤسسه‌های ایرانی توی کانادا اینا میگرفتن و فقط دانشجوها رو به همون مؤسسه‌هایی که خودشون میدونستن میفرستادن. بعد از اینکه برای من فرم پذیرش رو فرستادن و اسم مؤسسه رو دیدم، شروع کردیم پرسیدن و گفتن که اینجا اصلا جای خوب و معتبری نیست، یه مؤسسه خصوصی که شما میری درسای پیش نیاز کالج و دانشگاه رو میگذرونی، یعنی زبان و مثلا ریاضی و این چیزا، که اصلا نیازی نیست. هر دانشجوی ایرانی که دیپلم گرفته باشه میتونه پذیرش کالج یا دانشگاه بگیره، فقط باید نمره زبان داشته باشه یا بیاد زبانش رو اینجا بخونه. یه جورایی ما اعتمادمون رو بهشون از دست دادیم و قرارداد رو هم کنسل کردیم. حتی بعدن که من اومدم کانادا دیدم کسایی رو که رفته بودن چنین حالا مؤسسه هایی برای درس خوندن و از این طریق اومده بودن مثل کالج‌های خصوصی و خیلی ناراضی بودن. میگفتن هزینه‌ای که کردیم هیچ مدرک معتبری به ما نداد و الان دوباره باید بریم مثلا امتحان بدیم و وارد کالج و دانشگاه بشیم. همون سال بعد از مهاجرت 2 تا دانشجوی ایرانی رو دیدم سر جلسه امتحان که داشتن اینو برام تعریف می‌کردن و خیلی ناراضی بودن. بگذاریم، فقط خواستم از این تجربه هم اینجا گفته باشم. مورد بعدی که توی انتخاب کشور مقصد مهمه همون رفت آمد به ایرانه. اینکه ما چقدر نیاز هست که رفت آمد بکنیم یا اینکه چقدر خودمون می‌خوایم یا برنامه داریم که رفت آمد بکنیم. اگه بیزینسی توی ایران دارین که به خاطرش مرتب باید در رفت آمد باشین، احتمالاً باید کشورهای نزدیکتر رو انتخاب کنین، چون واقعاً وقتی کانادا، امریکا، استرالیا، کشورهایی که دورترن آدم مهاجرت میکنه، خیلی شرایط سخت‌تر میشه، چه از نظر هزینه بلیط و رفت آمد، چه از نظر مرخصی گرفتن از کار، دانشگاه و یه جورایی دیگه نمیصرفه که آدم برای یه مدت کوتاه بخواد بیاد ایران. همینطور در مورد اقامت گرفتن، کشورهای اروپایی مثل آلمان، دانمارک و انگلیس به سختی اقامت دائم میدن و کسایی که مهاجرت میکنن خیلی وقتا بعد از چند سال ممکنه که مجبور شن پناهنده بشن به خاطر هزینه‌ها و اون مزایای شهروندی، یا اینکه انتخاب میکنن که این ویزاشون رو تمدید کنن و اقامت موقت داشته باشن. سلام به همه مخاطبین پادکست نشونی، امیدوارم که خوب باشین. من امیر هستم. حدوداً 17 ماه میشه که به استرالیا مهاجرت کردم و در شهر سیدنی زندگی میکنم. دلیل اینکه استرالیا رو انتخاب کردم حقیقت این که شرایط آب و هوایی خیلی برام مهم بود، چون هیچ وقت در خودم نمیدیدم که جایی زندگی کنم که دمای هوا مثلا -30 میشه.
خاطر اینکه خوزستان زندگی می‌کردیم و اصلا شرایط آب و هوایی اونجا خیلی متفاوت بود و این موضوعی هستش که روی مثلا مود من خیلی تاثیر میذاره. آب و هوا خیلی برام مهمه. ضمن اینکه خب منم مثل اکثریت جوونا که تاثیر گرفته از هالیوود و اون زرق و برقش، همه امریکن دریم دارن و دوست دارن برن امریکا، شامل منم میشد. ولی خب اون موقع که تصمیم به مهاجرت گرفتم زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود و ایران در واقع جزو اون لیستی بودش که نمیتونستن برن امریکا، یعنی یه جورایی خیلی سخت بود یا شاید گفت حتی غیر ممکن. توی اون لیست ترافل بن بود. یه گزینه امریکا رو نداشتم، 2 گزینه دیگه داشتم، کانادا و استرالیا، که کانادا نیاز داشت اون موقع نمره آیلتس 8 برای هر مهارت بگیرم که من در خودم اینو نمیدیدم. من مجبور شدم امتحان PTE بدم چون PTE استرالیا قبول میکرد اداره مهاجرت و این شد که دیگه من استرالیا رو انتخاب کردم. الانم از تصمیمم اصلا پشیمون نیستم. خیلی جای خوبی، آب و هوا، دایورسیتی، فرصت‌های پیشرفت کاری برای تحصیل، همه اینا اوکی هستش. و اینکه خب اروپا هم در واقع به خاطر اینکه شما حتی اگه برای تحصیل یا برای کارم اروپا برین که باز زبان انگلیسی باید صحبت کنین، در پایان شما مجبوری زبان اون کشور رو یاد بگیری. مثلا اگه ایتالیا بری باید ایتالیایی یاد بگیری در نهایت. سوئد بری همینطور، هلند، آلمان. و من در خودم نمیدیدم که دیگه به خاطر شرایط سنم بخوام دوباره بشینم یه زبان دیگه بخونم و دوباره به پیشرفت کاریم فکر کنم، جا بیفتم توی کشور جدید. خیلی سخت بود. تمام این عواملی که کنار هم گذاشتم یه جورایی هم شاید توفیق اجباری بود، چون من هیچ وقت نمیتونستم نمره زبان مثلا آیلتس 8 بگیرم برای هر مهارت. به خاطر همین به ناچار به سمت PTE و در نهایت استرالیا اومدم. آب و هوای کشوری هم که مهاجرت میکنیم خیلی مهمه. من اهواز به دنیا اومدم و بزرگ شدم که یکی از گرمترین شهرهای ایرانه و الانم تورنتو دارم زندگی میکنم که یکی از سردترین شهرهای دنیاست. ولی عادت کردم و اونقدر برام سخت نبود. بستگی داره که چقدر خودمون رو با شرایط وفق بدیم. بعضیا خیلی اذیت میشن، رو بعضیا کمتر اثر میذاره. کانادا خب به سرما معروفه، ولی به نظر من چیزی که بیشتر اذیت میکنه اینه که هواش هیچ ثباتی نداره. یعنی یه روزی که کاملا قرار آفتابی باشه میتونه بارون و برف بشه و طوفان بشه و یه روزی هم که فکر میکنی برف میاد ممکنه هیچ اتفاقی نیفته. وقتی از کسایی که خیلی سال مهاجرت کردن میپرسیم خب میگن هر سال داره گرمتر میشه. اونطوری که همه میگن نیست، اینکه حالا دستمون کبود میشه، انگشتمون قطع میشه و این اتفاقا واقعا نمیفته، چون لباس و دستکش و خیلی چیزا هست که آدم میتونه استفاده کنه و برای این آب و هوا ساخته شده. در کل وقتی که داریم کشور مقصد رو انتخاب میکنیم باید همه اینا رو در نظر بگیریم. وقتی که کشوری که میخوایم مهاجرت کنیم و انتخاب کردیم باید روش‌های مهاجرتی اون کشور رو بررسی کنیم. باید ببینیم با توجه به شرایطی که ما داریم، اون زمانی که ما داریم، چه روش‌های مهاجرتی درست و قانونی برای ما وجود داره. به نظر وقتی آدم به یک کشوری مهاجرت میکنه واقعا تجربهش و اطلاعاتی که میتونه بده خیلی متفاوته با اینکه بخوای فقط یه سری اطلاعاتی رو که شنیدی یا از کسی گرفتی رو بخوای منتقل کنی. در مورد کشورهای دیگه اگه اطلاعاتی داشته باشم که فکر میکنم مفید میتونه باشه و مطمئن باشم از درست بودنشون حتما میگم، اما از اینجا به بعد بیشتر صحبت‌های من در مورد کانادا میشه. روش‌های مهاجرتی زیادی برای کانادا وجود داره. کانادا کلاً یک کشور مهاجرپذیره و هر سال تعداد زیادی آدم از کشورهای مختلف به کانادا مهاجرت میکنن. و فکر میکنم این استراتژی که دارن هیچ وقت تموم نمیشه. یعنی اینا همیشه مهاجر نیاز دارن. کانادا خب دومین کشور وسیع دنیاست، اما به نسبت وسعتش جمعیت کمی داره و استراتژیشون همچنان ادامه داره. هر سال سعی میکنن که به تعداد کسایی که تو کانادا زندگی میکنن اضافه کنن و نتیجه اونم میشه باز کردن روش‌های مهاجرتی متفاوت برای کشورهای مختلف. چند تا از رایج‌ترین روش‌هایی که برای مهاجرت به کانادا وجود داره، یکیش ویزای تحصیلیه که دانشجوها برای درس خوندن میان در هر مقطعی و بعد از اون اجازه کار میگیرن و بعدش هم به اقامت دائم ختم میشه. روش بعدی که خیلی هم روش معروف و رایجی اسمش هست Express Entry.
که این یه برنامه امتیازیه که تو این برنامه امتیازی سن، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، نمره زبان، مجرد یا متأهل بودن و خیلی چیزا لحاظ میشه. هر سال از همه کسایی که ثبت نام کردن، اونایی که امتیاز بیشتری دارن و کانادا دعوت میکنه از همون اول با اقامت دائم وارد کانادا میشن. یه روش دیگه استارتاپ ویزا برای کسایی که ایده یه بیزینس رو دارن و یه سرمایه هم برای شروع اون بیزینس دارن. یه سری برنامه‌های دیگه مثل اسپانسرشیپ و روش‌های مهاجرتی دیگه‌ای هم وجود داره که اینا شرایط خاص‌تری دارن و آدمای کمتری از این روش‌ها مهاجرت میکنن. برنامه‌های استانی وجود داره. یه سری استانایی که جمعیت کمتری دارن راحت‌تر میشه بهشون مهاجرت کرد. معمولاً استان‌هایی هستن که آب و هواشون سردتره و کلاً جمعیت کمتری دارن و یه سری برنامه‌های استانی برای اینا اعلام میکنن که اگه کسایی باشن که بخوام برن اونجا زندگی کنن میتونن از اون روش‌ها اقدام کنن. در کل روش‌های مختلفی برای مهاجرت به کانادا هست که میشه هر کدومش رو بررسی کرد. انتخاب کشوری که میخوای مهاجرت کنی واقعا موضوع مهمیه. سعی کن هر چقدر که لازمه روش زمان بذاری. ممکنه چند ماه طول بکشه تا در مورد سبک زندگی تو کشورهای مختلف یاد بگیری. میتونی سرچ کنی و از تجربه کسایی هم که تو اون کشور زندگی کردن کمک بگیری. مطمئنم همیشه آدمایی هستن که دوست دارن کمک کنن و به سوالات جواب میدن. اینطوری میتونی تصمیم بهتری بگیری و مهاجرت موفق‌تری داشته باشی. اگه سوالی در مورد حرفایی که زده شد یا زندگی تو کانادا داشتی میتونی توی اینستاگرام یا ایمیل از من بپرسی. هدف من از این فصل اینه کنار کسایی باشم که توی این مسیر هستن یا دارن در موردش تصمیم میگیرن. لینک پیج پادکست و ایمیلمو توی توضیحات همین اپیزود میذارم. خوشحال میشم با من در ارتباط باشی و سوال و نظرتو برام بفرستی. اپیزود دوم از پادکست نشونی رو شنیدی که اوایل آذر 1402 ضبط میشه. ممنونم از اینکه با من همراه بودی. به زودی با اپیزود بعدی برمیگردم. تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دوری.